ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاری که آن حدیثایی که امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری که از بخارا بودند، در بخارا به دنیا آمدند، در سمرقند از عالم گذشتند، یک عالمی بودند که مشهورترین عالم دنیا هستند، در دنیا مشهورترین عالم دین در دنیا هستند امام بخاری، و 100% تاجیک بودند، نمانند امام ابو حنیفه که گفته شده است که گویا که بعضی باباهایشان از کابل باشد یا از بابل باشد. احتمال بسیار است که از بابل است، برای آنکه امام بخاری امام ابو حنیفه در کوفه به دنیا آمدند، بنابراین کوفی میگویند، و در بغداد وفات کردند که 22 سال این جانب مقدم از این جانب راهگذری بودیم و به زیارت قبر ایشان در آمده بودیم. حضرت امام ابو حنیفه در بغداد وفات کرده، عرب بودند، عراقی بودند، در عراق به دنیا آمدند، در عراق وفات کردند، بابایشون هم عرب بودند. گفته شده از به صیغه تمریز، صیغه بیمار، حتی قائلش معلوم نه که گویا گذشتگانشون از کابل باشد. بگذار از کابل باشد، به ما چی؟ اما بخارا واقعا این دلالت به تاجیک اصیل بودن امام بخاری رحمت الله علیه دلالت میکند.